سلام دوستان، اومدیم بنزین و یه خورده ریکا با روغن ترمز قاطی کردم برای پاک کردن چربی. با ریکا جواب نداد. ریکا خوب بود اما چون قدیمی بودن زیاد خاک و گل چسبیده بودن جواب نداد. حالا اومدیم با روغن ترمز میخوام امتحان کنیم ببینیم جواب میده یا نه. ببینیم چه میکنه. بله دوستان، مثل آب خوردن هم رنگ در میاره هم چربی های که تی 3 میل 4 میل هم رو هم جمع شدن و این آب خوردن در میکنه. دیگه نیاز به صبر کردن هم نداره، همینجور فوری در البته رنگ و نابود میکنه دیگه. رنگ رو در میخواد چون نمیخوام ببینید تمیز تمیز میشه. یه پاک کننده قوی هم من یه دستی دارم کار انجام میدم نمیکنم، باید بشوری و اسپری کنی. من تای کارم براتون میزم. یعنی دوستان حتی رنگم به راحتی داره در میاد با یک کارد معمولی. ببینید این بر صورت کامل تمیز شد. یه محلول بسیار عالی. بنزین و روغن ترمز واقعا معجزه میکنه. ببینید رنگ نداره، یارش هنوز مانده. بنزین و روغن ترمز یه خوردم ریکا نکنم تاثیر را بیان، ولی اصل مطلب